طوسی یا نصیرخوانی، ردیف میرزا عبدالله. همونطور که پیشتر در مورد نصیرخوانی و چهارپاره یا مرادخوانی صحبت کردیم، بهتر هست که ما نصیرخوانی رو نوعی چهارپاره بدونیم که با این گوشه کمی متفاوت هست و نام این گوشه رو بذاریم طوسی. طوسی منسوب به شهر طوس از شهرهای کهن و قدیمی ایران هست، در استان خراسان. آرامگاه سراینده بزرگ شعر پارسی فردوسی و بهتر هست که اون رو با ت دو نقطه بنویسیم، چون گویش اون با ت دو نقطه بیشتر شباهت داره تا تای دسته‌دار عربی. در ردیف سبا شاهد طوسی درجه 4 ماهور قرار گرفته. موسیقان معروفی هم وقتی این گوشه رو میاره دقیقاً شبیه به فیلی، همون درجه 4 شور اهمیت پیدا میکنه، نوت فا. و موسیقان معروفی طوسی رو از نصیرخوانی جدا میکنه و نصیرخوانی رو باز از چهارپاره جدا میکنه و نصیرخوانی هم شبیه به اینجا نیست و شبیه به چهارپاره هم نیست. و معمولاً نقطه مشترک این هست که طوسی قبل از شکسته و فیلی میاد. برخی طوسی و نصیرخوانی رو همون چهارپاره میدونن و همه اینها رو یک گوشه در نظر میگیرن. آقای مهدی ستایشگر عنوان میکنه که مناسب‌تر هستش که طوسی با دو بیتی یا پهلویات و با اون وزن اجرا بشه که در اینجا هم همچین حالتی شکل گرفته. دو بیتی در اجرای طوسی ردیف منسوب به علی اکبرخان شهنازی که همین ردیف میرزا عبدالله باشه اگر از تو جدا باشم نباشم، به غیر آشنا باشم نباشم، من بی دست و پا در زیر تیغت به فکر دست و پا باشم نباشم. اومده که ما اون رو تلفیق میکنیم و در این اجرا اون رو نشون خواهیم داد. و در قدیم هم همونطور که استاد علی تجویدی گفتن، شعری به نام شنیدم گوسفندی را بزرگی رهانید از دهان و چنگ گرگی که بر همین وزن هست و وزنشون هر دو مفاعیلون فعولون یا هزج مسدس محذوف هستش اجرا می شده. بنابراین طوسی رو میتونیم به این شکل بدونیم و نصیرخوانی رو همون چهارپاره بدونیم که در ابوعطا و ماهور اجرا میشه و میتونه در ماهور به گوشه های راک و اینها هم بره، هرچند معمولا در همون محدوده خاوران و درآمد میمونه. در اینجا این گوشه به 3 بخش کلی درآمد، خاوران و عراق تقسیم بندی میشه که در انتهای هر کدوم از این ترجیع بندی رو به صورت تحریر پروانه داریم که اجرا خواهد شد. کوک ما دو سول دو هست، سی اول برابر با بی بمول در تیونر کوک شده. دانگاهی که در طول این قطعه داریم دانگ ماهور سول لا سی بکار دو ماهور، پرده نیم پرده، دو ره می فا باز پرده نیم پرده دانگ ماهور فا سول لا سی بمول و دانگ ماهور سول لا سی بکار دو. بعد از اون هم دانگ دشتی دو ره می بمول فا در این انتها میاد که از این دانگ فقط دو بره استفاده شده. دو سول دو ره می میره دو سول دو ره می میره دو دو ره می میره دو سی دو ره ره 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 می فا سول فا فا می میره ره می فا میره ره دو دو ره میره ره دو دو ره میره می فا میره دو می میر دو لا سول لا سول لا سول سول لا سول فا می فا سول فا سول فا فا سول سول فا می ره می ره می فا سول فا فا می ره می فا می ره دو دو ره می ره دو دو ره می ره می ف می ره دو می میر دو 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 دو
سی دو سی لا سی لا سول لا لا سول لا سول لا سول لا سول سول لا سول فا می فا می فا سول فام سول فام فا سول لا سول فا می ره می ره می فام سول فا فا می ره می فا می ره دو ره می ره دو دو ره می ره می فا می ره دو می می دو. دو در بخش درآمد ماهور جمله آغازی به این شکل شروع میشه: دو سولو دو ره می ره دو. ره رو که زدیم می کمان داره، بعدش ریز به سمت فا، می ره دو راست چپ راست که دو باز کمان داریم میره به سی و برمیگرده. این فراز هی کوتاه میشه. نوعی از واریاسیون یا دگره‌سازی هست که به طرز کوتاه شدن خواهد بود و این ایده میده به ما در بداهه نوازی ما میتونیم جملاتمون رو که یک جمله رو معرفی میکنیم جملات بعدیش رو به تبعش مثل حالت اکو یک کوتاه شده تر و ریزتر بشه. بار دوی اول نخواهد بود. سو دو دو ری می ره دو و باز سول دوی اول نخواهد بود. دو ری می ره دو. بعد از این تحریر دو تا یکی رو داریم. سی دو ره ره دو ره ره دو ره ره دو ره ره راست چپ راست چپ راست راست چپ راست راست چپ راست راست چپ دو ره ره می فا ره می یک یک میاد پایین و بعد راست چپ راست و بعد ریز. اینجا تحریر پروانه رو داریم که در راست پنجگاه زیاد استفاده میشه. در اینجا هم معرفی شده. ره می فا سول فا فا می ره ره می. اینجا کنده کاری داریم. سول رو که زدیم فا رو میزنیم، فا با انگشت سوم میکنه، می با انگشت دوم میکنه، بعد می با انگشت سوم میکنه، ره با انگشت اول میکنه و روی می میشینیم. روی می البته کمان میدیم و بعد ریز به سمت ره میریم. بعد از اون داریم فا می ره ره. اینجا هم همینطور فا رو که زدیم می میزنیم، با انگشت سوم می رو میکنیم، ره با انگشت دوم کنده میشه، بعد ره با انگشت سوم، دو با انگشت دوم، با انگشت سوم دو و بعد روی ره میشینیم. فا می ره ره می ره دو. می رو که زدیم ره رو میکنیم و بعد روی دو ریز میدیم. دو ره می ره می فا می ره دو راست راست چپ راست راست چپ راست چپ راست می می دو. بعضی هم میزنن می می ره دو یا میف می ره دو راست چپ راست راست. قسمت دوم که خاوران خواهد بود از لا شروع میشه. میگیم لا سول لا سول لا سول سول لا سول فا می فا مفایی لون مفایی لون مفایل که شعره اگر از تو جدا باشم نباشم روش قرار میگیره. اگر از تو جدا باشم نباشم می فا سول فام سول فام فا میاد انگشت اول سول سول فا می ره می. به غیری آشنا باشم نباشم. تحریر پروانه دوباره تکرار میشه. بعد میریم به قسمت عراق که بعد از این عراق یک جمله داریم، بعدش دقیقا مثل خاوران تکرار خواهد شد. دو 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 سی سی دو دو سیل انگشت اول میاد رو سی سی دو ره دو سی لا سول لا سول. لای آخر به سی بمول اشاره داریم. اضرابا راست چپ راست راست چپ راست راست چپ راست 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 و بعد دوباره خاوران میاد. شعر این قسمت هم بود: من بی دست و پا بی دست و پا در زیر تیغت. من بی دست و پا در زیر تیغت به فکر دست و پا باشم نباشم. و دوباره تحریر پروانه.